لفظی باشه. خب اما در این که هخامنشیان به یهودیان کمک کردن که اینا دوباره به ارض موعودشون برگردن شکی نیست. این نکته رو داشته باشید، در اون موقع دین الهی بودن، پیامبر بینشون بوده، حضرت دانیال هم عصر با هخامنشیاست، هم حضرت حبقوق نبی که در تویسرکان الان دفن هم عصر اینهاست. بعد پس این نگاه رو عزیزان داشته باشید، یعنی اگر این کارم کرده باشن ایرادی نداشته باشه، دین خدا کمک کردن. این چه کاری؟ سر هخامنشیان و کوروش داستان این جهود و علم کردن. الان اینو بهتون بگم، این حمله هایی که الان داره به کوروش میشه، اصل ماجرا رو من از سمت خود صهیونیستا میدونم. متاسفانه یک سری اسلام گرایی که الان فکر میکنن اگر کوروش مثلا بولد بشه یعنی اسلام بد بوده، با این در این جهل هستن، دارن برای این مسئله چیکار میکنن؟ دامن میزنن، دارن بازی میخورن. اینطور نیست. حداقلش اینه که کوروش کاندیدای ذوالقرنین بودن سوره کهف است. اگه کسی نمیتونه اینو اثبات بکنه، بنده اینم میتونم اثبات کنم. یعنی کاملا بعل قرنین عبارتی است که در مورد کوروش استفاده شده. بعل در زبان عبری یعنی صاحب در زبان عربی. صاحب تو زبان عربی میشه چی؟ زو. این از این. ها در زبان عبری حرف الف و لام عربی و حرف تعریفه. اینم که میشه ال، مثل ارث یعنی زمین، ارض ارث، عبریش میشه ارث. ها ارث یعنی چی؟ الارض، اون زمین مشخص. بعل ها، بعل زو، ها ال، کرن قرن، عین مثنای عبری که میشه عین عربی. ذوالقرنین دقیقاً میشه بعل ها کارنه، یا دو شاخ یا دو شاخه. دقت کنید که از دو شاخه است، لو مادا و لو پاراشا، که از ماد و پارس گرفته شده. در کتاب دانیال نبی میتونید رجوع کنید. من ویکی‌پدیا نیستم، یه خورده رعایت کنید. دوستان تو دانشگاه دارن که یعنی موضوعات مختلف، تیپ‌های مختلف رو دعوت می‌کنن. استثنا یه چنین برنامه‌ای آنچنان صحبتی یعنی نظرات متفاوتی روش رو برقرار کردیم، ولی خب ان شاءالله تو آتی روزهای هفته‌های آتی برنامه که داریم مقاله محور خواهد بود، دانشجویان صحبت خواهند کرد، اساتید با تیپ‌های و فکرهای مختلف خواهند اومد صحبت خواهند کرد. امروز در مورد سوالات مکتوب بپرسیم. سرکار خانم صفاوردی از اساتید معزز به هر حال میخوام که یه صحبت کوتاهی داشته باشم، فقط محبت کنم چون وقتی برنامه‌نویسی کوتاهش من دو سه تا سوالی هم که هستش از نظر ناصر بپرسم. عرض می‌کنم شما سوالات ناصر این نکته هست که زمانی که کیسانیست بچه‌ها و سیستم صوتی همین دادن کیسانیست چینی هم